با سلام خدمت دوستان. امروز در مورد اطلاعات کارت ویزیت قرار یه ویدیو ضبط کنیم و اینکه این برای چه نوع کاربرایی هست و به چه شکل میتونیم ازش استفاده کنیم. اطلاعات کارت ویزیت اطلاعات سند و مدارک مورد نیاز رو برای ما به نمایش میذاره در یک قالب PDF که اندازه تقریبی A4 هستش. 3 تا کاربری داریم: کاربری عمومی، دفاتر اسناد رسمی و اتوگالری. من با کاربری عمومی پیش میرم. تو اینجا 2 بخش داریم، یه بخش پس زمینه توسی و آبی که روی هر کدوم کلیک کنین تغییر میکنه. پس زمینه رو من به توسی تغییر میدم. بعد از تغییر پس زمینه حتما باید روی کاربری کلیک کنین، کاربری عمومی که پیغام تنظیمات ذخیره گردید رو به ما میده. این تو قسمت خودرو به عنوان مثال یک سواری این سمند کنه فرضاً مدل 1400 رو میخوایم محاسبه کنیم. تا اینجا که اطلاعات سند رو به ما داد و مالیاتش رو، سمت پایین قسمت راست صفحه اگه نکنین یه علامت پرینتر هستش که سبز روش که کلیک میکنم این اجازه میده که اون فایل PDF رو به اشتراک بذارم. حالا با واتساپ، تلگرام، ایتا، البته با مسیج نمیشه، البته مسیج میشه ولی توی ایران نمیشه، حالا خلاف با امکانات GPS و اینا یه ذره متفاوته. به صورت درایو میتونید اون رو ذخیره کنید. وایبر باشه، PDF ها شناسایی میکنن، ایمیل باشه و یا اینکه مستقیما هم میتونیم پرینت بگیریم. من برای اینکه بخوام به نمایش بذارم اینجا پرینت رو میارم. این فایلمون است. بالا نوشته شده لیست هزینه و مدارک انتقال سند رسمی خودرو. در سطر اول نوع دسته‌بندیشو میگه، سواری، مینیبوس، آمبولانس، ون و یا به چه شکله. بعد نام خودرو، مدلش که 1400 انتخاب کردیم محاسب با مأخذ سال 1402 2023 که میتونید این رو تغییر بدین. توی سالهای گذشته هم این قابل اعمال هستش. سمت چپ توی کادر مدارکش رو نوشته شده. 2 نوع محاسبه: سند قطعی یا وکالت فروش و یا اینکه قطعی به نام خود پس از وکالت فروش، در صورتی که وکالت فروش داشته باشین. پارامترهای هزینه ها سمت راست درج شده. یک QR کد برنامه هم داخلش هست و این رو میتونید شما ارسال کنید. حالا میریم به 2 شکل آبی این رو هم ببینیم. پس زمینه آبی، کاربری عمومی، تنظیمات ذخیره. حالا یه مثلا کامیون کشنده بیم مثلا. نه با پس زمینه آبیه که توی نسل قبلی محضر پرداز از این 1-2 سالی استفاده شد از این طرح آبی. این هم همون دقیقا اطلاعات، حالا با یه قالب دیگه. این برای کاربری عمومی. حالا میریم برای کاربری دفترخونه. برای اطلاعات دفترخونه شما باید اطلاعاتش رو وارد کنین. دفتر اسناد رسمی، شهر فرزند تهران، شماره دفترخانه 2000، نام سردفتر باید بزنیم مثلا محمدی، آدرس تهران، شماره تلفن 021 این هم 8000. جمع اوراق رو بایستی تو قسمت دفترخونه وارد کنید. حالا هر دفترخونه بسته به اون اوراقی که حالا هزینه کردش میخواد باشه متفاوته، مبلغ زیادی نیست. من اینجا 1 ریال وارد میکنم. اگر هم نخواستین وارد کنین عدد 1 رو حتما درج کنین. اطلاعات ذخیره شد. علامت سیو رو میزنم، برمیگردم و پس زمینه توسی رو میخوام با کاربری دفتر اسناد رسمی که تنظیمات ذخیره گردید. میریم حالا مثلا کشاورزی، تراکتور،
قالب توسی رو داریم ولی با یک تفاوت. بالا درج شده دفتر اسناد رسمی شماره 2000 تهران، سر دفتر محمدی، شماره تلفن و آدرس. این برای کسایی هستش که میخوان دفتر خونه هستن و میخوان از این سیستم استفاده کنن. توی هزینه کردها یه بهای اوراق اضافه شده. اگر دقت بفرمایید بالای جمع کل که اونجا ما 1 ریال رو قید کردیم و 1 ریال اومد. تفاوت کاربری دفترخونه با بقیه توی این بهای اوراقش هستش. خب برمیگردیم اطلاعات کارت ویزیت یا اصلا اتوگالری فرزند صدرا نمیدونم. اینجا هم دوباره محمدی، تلفن 08000. این هم تهران ذخیره. اتوگالری با پسوند توسی اتوگالری. میام حالا میلادی رو اصلا باز بکنیم. بنز کوپه خب این هم قالب برای اتوگالری که بالا اسم اتوگالری درج شده، مدیریتش، تلفن، آدرس، ولی بهای اوراق نداره. بهای اوراق فقط تو بخش کاربری دفاتر اسناد رسمیه. هر کاربری رو هم خواستید تغییر بدید، اطلاعات کارت ویزیت میتونید به روش کلیک کنید و اون تغییر پیدا میکنه. پس زمینش آبی باشه یا توسی، اول پس زمینه رو انتخاب میکنیم بعد نوع کاربری رو. این امکان صدور تو بخش خودرو هست برای تمامی دسته‌بندی ها و برای تمامی سالها. برای غیر خودرو توی قطعی هم این مورد هست. این هم برای قطعی املاک. هر سوالی باشه هستم خدمت. خدا نگهدار.